تری که این روزا بین جوونا خیلی پرطرفدار شده، تر اسپورت. این همون سوختیه که واسه ساخت این کار انتخاب کرده. همین یه کوچولو سرخ خور قراره سوخت موشک رو تامین کنه. ببینید چه کیفیتی داره و چه رنگی. اینم بهتون بگم ما این روزا اسم اسپورت فقط ترشو بلدن. بده 6. اوف، رنگو ببین فقط. تراششو میزونه. واسه ادامه داستان نیاز به یه خورده چوب تخت داریم و اینم ضخامتش خوبه. حالا وقتش رسیده قالبشو بگیریم. یکم نقره، ادویه به مقدار لازم. یا خدا که سالم در اومده. به به. خب بخش عظیمی از کار تموم شد و بخش عظیمترش هنوز مونده. اینم از یک کار هنری اسپورت تقدیم چشمای خوشگل شما بینندگان عزیز. ممنون میشم نظرتون برام بنویسید و این پست ما رو هم بفرستید برای دوستانتون که هنر ما دیده بشه.